خب بیایید با این سوال بنیادین شروع کنیم. چرا بشریت اینقدر با منشأ حیات خودش در جنگه؟ چرا نیرویی که میتونه زندگی خلق کنه به گناه تبدیل شد؟ برای پیدا کردن جواب این سوالها باید به عمق تاریخ و روان انسان سفر کنیم. سفری که راهنمای ما در اون عارفی جسور به اسم اوشوست. این پادکست الهام گرفته از بصیرت‌های او در کتاب از سکس تا فراگاهی است. شاید شنیدن حرف‌های او تکان دهنده باشه، اما این شوک دقیقاً همون چیزیه که برای بیدار شدن از یک خواب چند هزار ساله بهش نیاز داریم. چون به قول خود اوشو، حقیقت همیشه تکان دهنده است. فقط دروغ‌ها آرام بخش هستن، چون شما از قبل باهاشون آشنایید. ریشه این فاجعه، این جنگ درونی در یک توطئه بزرگ تاریخی نهفته است. توطئه‌ای از طرف مذاهب سازمان یافته و قدرت‌های سیاسی. اوشو میگه کشیش‌ها و سیاستمداران خیلی زود یک حقیقت رو کشف کردن. باید قدرتمندترین انرژی اونها رو سرکوب و مسموم کنید. انسانی که از انرژی جنسی خودش احساس گناه کنه، انسانی ضعیف، ترسو و همیشه نیازمند یک مرجع بیرونی برای بخشایشه. و انسانی که سرور و شعف طبیعیش رو از دست داده، به راحتی قابل کنترله. اونها انسان رو به دو نیم تقسیم کردن: روح مقدس و بدن گناه‌آلود، و به ما یاد دادن که از نیمی از وجود خودمون متنفر باشیم. آیا انسانی که با خودش در جنگه هرگز میتونه صلح رو در جهان پیدا کنه؟ این سرکوب یک زخم عمیق در ناخودآگاه جمعی ما ایجاد کرد و جامعه‌ای که سکس رو انکار میکنه یک جامعه ریاکار میشه. در ظاهر مقدس، اما در باطن پر از وسواس، اضطراب و انحراف. کافیه یک نگاه به دنیای اطراف بندازیم. این همه اشتغال ذهنی به پورنوگرافی، این همه خشونت جنسی، این همه حسادت و تملک در روابط، اینها همه علائم یک بیماری هستند. بیماری انکار طبیعت خویشتن. این انرژی وقتی سرکوب میشه ناپدید نمیشه، فقط تغییر شکل میده.